میگه یک جوانه در زمان بایزید بسطامی که از اولیاهای بزرگ خدا بود. میگه این جوان چنان سومدستار بود، دنیا پرست بود، سوم زیادی را جمع میکرد، کار میکرد، سوم را ذخیره میکرد، اما از آن سوم استفاده نمیبرد. گدایی میکرد و میخورد، از آن سوم استفاده نمیبرد. روز میگه داخل خانه شد، دید که در خانه چیزی ندارد. همسرش به این مرد گفت ای همسرم، در خانه چیزی نیست، مال زیادی را جمع کرده ای، رفته یکم چیز خرید کن و آورده با این فرزندان خود و بر من بخوران. میگه این مرد از خانه بیرون شد، رفت از خانه های همسایه طلبیدن را شروع کرد. از یک خانه کارتوشکا، از دیگر پیاز، از دیگر سبزی، همه چی را جمع کرده آورد و به همسرش داد. و همسرش اوقات آماده کرد و در آن خانه نشسته بودند. همسرش خواست که یک بار اوقات را ببیند تیار شده است یا اینکه نه. وقتی نزد اوقات آمد، دهن همون دیگ را گرفت، چنان وحست و داد زد که این مرد تلخه کف شد. دوان به نزد همسرش آمد، گفت چی شد؟ گفت به دیگ نگر. میگه این مرد به دیگ نگریست، نگاه کرد که در دیگ خون جوشیده ایستاده است. میگه چنان ترسید، چنان توبه و ندامت کرد این مرد، در حال به نزد بایزید بسطامی رفت و خود را شاگردی او کرد و چی مالی که جمع کرده بود همه اونها را خیر کرد. چندین سال شاگرد بایزید بسطامی شد. میگه وقتی که بایزید بسطامی امر معروف میکرد، مردم در بیرون جمع می آمدند، گوش میکردند. این جوان داخل مسجد می در آمد و می نشست و گوش نمیکرد. چند روز میگه این کار رو همیشه تکرار کرد. بایزید بسطامی نزدش رفت، گفت ای جوانی خوب، ای شاگردم، چرا من امر معروف کرده ایستادم در بیرون، اونقدر انسان ها مرا گوش کرده ایستاده است و تو به بیرون نمیبرایی، تو چی کار میکنی در داخل مسجد؟ این جوان با بایزید بسطامی گفت استادم، من در اینجا ذکر میکنم، میگویم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بایزید بسطامی گفت از امر معروف من این ذکر تو بهتر است، تو در همین جا نشین و این ذکرت را دوام ده. بعد از چند سال میگه این جوان در نزد یک دریای رفت، با سنگ خانه برداشت. میگه داخل آن سنگ پاره شد، در داخل این سنگ پاره همیشه ذکر میکرد و یکی از اولیاهای بزرگ خدا گشت. دوستانم، این قصه دروغ نیست، این واقعی است، در زمان بایزید بسطامی گذشته است. و همیشه دوستانم یک چیز به شما میرسانم، هیچگاه گدایی مکنید، هرگز گدایی مکنید که بسیار کاری بد است. درباره این چندین موضوع کرده هستم، می توانید که از شبکه صدای امید دسترس نمایید، در اونجا همش رو به شما فهموندم. در حق ما با دعا باشین. خداوند یار و مددگاری هر یک ما و شما باشد. با شما بودیم صدای امید.